در این مناظره 3 یا 4 نفر مرا همراهی خواهند کرد که یکی از آنها کودکی خواهد بود که شما او را یتیم کردید و یا یک کودک کار. با دیدن این کودک اگر از فرط خجالت نمیری انسان نیستی. و در مقابل شما میتوانی 17 سازمان اطلاعاتی، موشک پرانها، بسیج، ارتش سایبری، آتش به اختیارها، خودیها، با بصیرتها، نیروهای خودسر، سربازان گمنام، تیم پزشکی، آفتاب دارچیها و جمعیت‌های اتوبوسی خود را به همراه داشته باشی. شما با خدای ابا و عمامه بیا، من هم با خدای کلاه نمدی ها. مناظره در فضای کاملا آزاد با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی و پخش مستقیم از تمام رسانه ها بدون وقفه، بدون سانسور. داور ما مردم شریف ایران در داخل و خارج از کشور و وجدانهای بیدار در جهان باشند. اگر در این مناظره شما پیروز شدید، من گردنم را برای طناب دارتان تقدیم می کنم و چنانچه من پیروز شوم شما را توسط تیم‌های مجرب حقوقی به طور علنی و کاملا منصفانه و بر اساس قوانین حقوق بشری محاکمه و 3 حکم در مورد شما اجرا خواهم کرد. متذکر می شوم که شما به جز عنوان و ابزاری در دست سپاه پاسداران دست پرورده خود نیستید. پس مراقب باشید تاریخ مصرفتان همانند آقای رفسنجانی قبل از مناظره به پایان نرسد. به استخر نروید، مراقب آبدارچی ها هم باشید. و اما ضلع سوم، شما می توانید در همان پستوی 7 حصار بمانید و تلویحاً جرایم خود را بپذیرید. اگر من و مردم کشورم را قابل به مناظره نمیدانید، بدان که خود ناقابلید. اگر شما یک آخوند هستی که نه اعتبار جهانی داری نه اعتبار ملی، من یک معلم هستم با اعتبار جهانی و اعتبار ملی. از تاریخ و ساعت انتشار این درخواست به شما 72 ساعت فرصت داده می شود که پاسخ خود را اعلام نمایید. از هموطنان عزیزم در داخل و خارج از کشور و وجدانهای بیدار در سرتاسر جهان و حکومتها، سازمانهای بین المللی، خبرنگاران و رسانه‌های جهان می‌خواهم ضمن انتشار حداکثری منتظر تصمیمات رهبر ایران باشند. هم میهنان عزیز، هر کجا که هستید شادمان و سلامت و آزاد باشید. تا پیامی دیگر، بدرود.